داخل بیار نمیده این لاتور. خود این لاتور به تربیه بیدین. چرا خانه همسایه رفته بودی؟ ما را با دو پیسه کدی. قاضی صاحب من رفته بودم. لا حول ولا قوة. او به تربیه چشم سفید. خیمه رفته بودم. قاضی صاحب ما رفته بودم ولی خودم نرفته بودم. دیگه چه قسم گپ است که میزنی؟ میخوای ما را گپ بدی ها؟ استغفر الله قاضی صاحب منظورم این است که دیگه کس ما را برده بود. او را چرا محاکمه نمیکنی؟ اولاد تو نمیفهمی که دولت مردای کشور ما بلندتر از قانون هستن. او را به در ما محاکمه کردن نمیتونه. تو را کی برده بود؟ بچه همسایه؟ نه. خود همسایه؟ نه. خیمه؟ بله ها. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. باباری نمی ماشین لو دار. هیچ گپا نمیفهمم. قاضی صاحب ما خود چیزی نکردیم. اوه سری بسته وزارت ما اتهام بسته کردی باز میگی که ما چیزی نکردیم ها؟ راست میگم قاضی صاحب ما را همسایه اختطاف نکرده بود. خود وزارت ما را سرش برد. الله اکبر. گفتم باباری نمیخواینی ملی را. با حکم ماده 10.0 حکومت دو سره جلالت مآب من لانتور به جرم فرار از کشور به 100 سال زندان با مشقت زندانی شود و من الله توفیق.